امروز اومدیم تپه میل یا آتشکده بهرام ری یا همون بهرام گور و میخوایم با همدیگه در کنار بازدید از این اثر تاریخی به داستانهای آتشکده بهرام هم بپردازیم. تپه میل یا آتشکده بهرام در ضلع جنوب شرقی شهر ری واقع شده. اهمیت شهر ری بر هیچ کدوم از ماها پوشیده نیست. موقعیت جغرافیایی خاص و ویژه‌ای که داره، یعنی در جنوب کوههای البرز و از اون طرف کوههای غربی، همسایگی با کویر، همه اینها باعث شده جذابیت خاصی برای انسانهای اولیه از قدیم الایام داشته باشه و بخوان که سکونتگاه‌های اولیه خودشون رو اینجا تأسیس کنن و زندگی همیشه در جریان بوده. قدیمی ترین کتیبه‌های مکتوب بشری هم که مربوط به دوران آشوری به شهر ری اشاره می‌کنند و شهر ری رو در کنار حکمتانه که پایتخت سیاسی مادها بوده، یک پایتخت فرهنگی و یکی از شهرهای بزرگ آن روزگار در اتحادیه ملی ماد مطرح می‌کنند. ما پیش از اینکه وارد طاق اصلی بشیم که در بالا قرار گرفته، یک حالت سایبانی داریم برای محافظت از یک سری از اتاقک هایی که به احتمال زیاد محل استراحت مغ‌ها یا کسانی که از آتش مقدس محافظت میکردن هستش. البته خب گفتیم نظریه‌ای هم هست که اینجا محل استقرار یک کاخ پادشاهی، کاخ بهرام رو داشتیم که خب احتمالاً خدم و حشم و نگهبانان اینجا سکونت داشتن که شامل یک رواقی هستش اطرافش رو گرفته، یک حجره هایی هستش که برای استراحت بوده. در ضلع غربی این محوطه استراحتگاهی یا اقامتی ما یک ایوانی رو داریم تونل مانند که طول و درازاش و همچنین ارتفاع کمش ما رو یاد مخکده های میترایی میندازه. به احتمال زیاد به علت اینکه ارتفاعش هم کمه ما گردنمون و سرمون رو خم کنیم و به احترام آتش مقدس با خشوع و خضوع بیشتری وارد آتشکده در طبقه فوقانی اینجا بشیم. در مورد کاربرد تپه میل یا آتشکده بهرام گمانه‌های زیادی از نظر باستانشناسی بهش وارده. یکی از گمانه‌ها از اون جایی که قدمت این بنا احتمالاً به دوره ساسانیان برمیگرده، اینجا یک آتشکده منتسب به بهرام گور بوده. از اون جایی که در دوره ساسانی هم دین تکدینی میشه و زرتشتی دین رسمی کشور اعلام میشه، عبادتگاه‌های زیادی در اقصانقاط شهرها و مناطق ایجاد میشه و زرتشتیان معمولا آتشکده ها رو بالای تپه ها و جاهای مرتفع می ساختن. علاوه بر اینکه از آتش محافظت کنن، بتونن مراسم آیینی خودشون رو هم اونجا اجرا کنن. احتمال دومی که برای آتشکده هست که باز به دوران پیش از اسلام برمیگرده، اینکه یک کاخی بوده، یک کاخ شکارگاهی، با توجه به اینکه یک ایوان و سرسرایی در کنارش در طبقه پایین‌ترش قرار گرفته، محل استراحتگاه بوده. البته این احتمال همچنان برای آتشکده محل استراحت مغ‌ها و کسانی که میان از آتش مقدس محافظت میکنن باز وجود داره و احتمالا بعد از دوره اسلامی تغییر کاربری میده. آتشکده ها خب جمع میشن بخش اعظمشون و کاربریش رو به حالت میلی که راهنمای مسافران هستش، کاروانیانی که از راه ابریشم خواستن بیان عبور کنند از کویر و مسیر و به شهر ری و اطرافش برسن، نشانگر راهی بوده. تپه های میل تقریبا کاربردشون تو سراسر کشور همین بوده و از آثار به جا مانده در تپه میل فقط ضلع شرقی اون تقریبا حالت دو تا طاق باقی مونده و ضلع غربی تپه میل یا آتشکده بهرام کامل تقریبا نابود شده. گمانه‌ای که وجود داره این طاق شرقی تر که طاق دروازه کوچیکتری داره
دروازه ورودی یک سرسرایی بوده، سالنی بوده که اطراف طاق چهار دیواری اصلی، طاق اصلی رو که چهار گوشه بوده و احتمالاً آتش مقدس اونجا نگهداری می شده. با توجه به آثاری که یافت شده ما احتمالاً کل مجموعه یک گچبری بسیار زیبا از طرح‌های مختلف انسانی، حیوانی و گیاهی، نقش‌هایی از طبیعت رو ما داشتیم و داریم که یکی از آثاری که روی یکی از ستون‌ها هست به یک شکل ماهیه. یکی از دلایلی که ما اینجا یک بنای ساسانی می‌دونیم و مرتبط به آتشکده زرتشتیان، یک عبادتگاه زرتشتی بوده، اینه که استفاده از چهار گوشه هاست و طاق‌هایی که دور چهار طاقی هایی که دور آتش مقدس رو میگیره. ما چرا از عدد 4 استفاده میکنیم، یعنی از 4 گوشه استفاده میکنیم برای طاق هامون توی دوره زرتشتی؟ برای اینکه تو باور زرتشتیان 4 یک عدد مقدسه و نماد 4 تا عنصریه که زمین رو شکل دادن: آب، خاک، باد و آتش، که آتش رو اینجا نگهداری میکنن و از این 4 تا آخشیج نباید گذر می شده و یک مقدس بود و اگر ساختار شکنی محسوب می شده اگر ما مستقیم می اومدیم بنامون رو 8 ضلعی می کردیم. و بعدها اومدن روی اینا که از گنبد استفاده کردن، دیگه گوشه سازی وارد معماری میشه. اما طاق در معماری ایرانی نماد آسمانه و ما باورمون از قدیم الایام انسان در تقریبا سراسر کره خاکی بر این باور بوده خدا در آسمان قرار گرفته و از طاق استفاده کردیم که آسمان رو برای ما تداعی کنه. جایگاه خدا بالاست، در آسمان هاست و وقتی این زاویه‌ای که میاد، این انحنایی که میاد و ما سرمون کامل به سمت آسمون خط منتهی میشه، اون حس تجلی پروردگار در بالای سرمون رو در وجود و نهاد ما متجلی میکنه. در مورد پیشینه و تاریخ اینجا خب گمانه‌های زیادی هست. یکی از گمانه‌ها اینه که ما روایتی داریم که اسکندر مقدونی در حمله‌ای که به ایران داشته اینجا رو نابود کرده. خب این روایت رو اگر بپذیریم باید قدمت اینجا رو به دوره هخامنشیان نسبت بدیم که یه خورده بعید به نظر میاد. روایت دیگه‌ای که تو تاریخ طبری اومده اشاره به این داره که یزدگرد به شهر ری میاد بعد از شکستی که خورده بوده و آتش مقدس رو از آتشکده مقدس ری به آتشکده مرو منتقل میکنه. خب بر اساس همین اعراب اومدن و حمله کردن و از اون زمان به بعد اینجا خراب شده. و روایت بعدی اینه که اعراب بدون جنگ و کاملا در صلح اومدن و شهر ری رو تصرف کردن. خب اگر این رو هم بپذیریم، در دوره اسلامی هم تا سالهای زیادی اینجا باز سالم بوده و خب شاید در حمله مغول‌ها یا حوادث طبیعی به این علت که کارکردش رو از دست داده این آتشکده خب خراب شده.